سلام بچه‌ها، خیلی به این ویدیو خوش اومدین. امروز من قراره که با دوربین از خودم عکس بگیرم، یعنی سلف پورتریت بگیرم. اگه میخواین بدونین چجوری این کارو میکنم، میتونین ادامه این ویدیو رو نگاه کنین. خب بچه، شما هم اگه مثل من ویدیوگرافر و عکاس باشین میدونین خیلی سخته یکی رو پیدا کنین که عکسایی که دلتون میخواد ازتون بگیره. حتما راه حل این کار رو توی عکاسی از خودم دیدم. یعنی هنوزم نمیتونم جلوی دوربین یکی دیگه خودم باشم، نمیدونم چجوری واسهتون توصیف کنم، ولی واقعا سختمه. یا یه کوچولو خجالت میکشم یا واقعا خودم نیستم. بنابراین این چیزی که من باش مواجه شدم چند سال پیش یه داستانیه به نام سلف پورتریت یا خودنگاره. این شکلیه که آرتیستا از خودشون نقاشی میکشن یا عکس میگیرن یا فیلم میگیرن، هر چیزی. بعد من خیلی علاقه‌مند شدم به این داستان. هر چقدر بیشتر دنبالش کردم خیلی برام باحال بود. خودت دوربین رو میذاری، تنظیمات رو انجام میدی و حتی میتونی که دوربین رو متصل کنی به گوشیت و از راه دور از خودت عکس بگیری. حالا چجوریش جلوتر بهتون میگم. خب مرحله اول عکاسی این شکلیه که هر کاری رو که ما میتونیم توی صحنه انجام بدیم الکی به ادیت موکول نمی‌کنیم. یعنی این شکلی نیست که من بگم الان بذار میکاپ نکنم بعدا با روتوش درش میام. یا حتی مثلا اگه لکه روی لباسمه همون لحظه سعی می‌کنم تمیزش کنم، مرتبش کنم. یا اگه جایی از صحنه وسیله نیازه که جابجا بشه، نوری که لازمه جابجا بشه و توی کادر نباشه، اونو همون لحظه باید انجام بدیم. توی ادیت اصولا سخت و زمان بر میشه. خب حالا برنامه چیه؟ من میخوام با بوفه‌ای که اینجا دارم عکس بگیرم. این باشه بک‌گراندم، یعنی کلا این قسمت باشه بک‌گراندم. من یه سری پوزا رو اینجا در حالی که نشستم داشته باشم، با این زاویه مثلا، این زاویه. خب من واسه اینکه از خودم عکس بگیرم به دو تا چیز نیاز دارم: سپایه، دوربین. اینکه ما بتونیم راحت از خودمون عکس بگیریم نیاز داریم به اینکه دوربین و لنزمون آتوفوکوس باشه. اما اگه دقت کنین این لنزی که من دارم فوکوسش دستی کاملا. حالا من چیکار میکنم تو ویدیو هم خواهید دید. من اول میام اون زاویه که میخوام رو تنظیم میکنم با سپایه. بعد از اون یه دسته جارویی ته چیزی میذارم جای خودم، اونجایی که میخوام بشینم، رو اون فوکوس میکنم. بعد جامو با اون ته عوض میکنم. خب من کلامم عوض کردم، همه چیز دیگه اوکیه و میریم واسه شروع. خب من این بندشم در میارم چون که خیلی تو دست و پاست. رسیم به اون بخشی که چجوری قراره که از خودمون عکس بگیریم با این مانیتوره. دوربین رو روشن میکنیم. بچه‌ها میتونین که به گوشی، هر گوشی که دارین وصل کنین. نگاه کنین این یه سامسونگ جی4 قدیمیه. خب حتی من اینو هم میتونم دوربین و گوشیمو با هم کانکت کنم. کاری که باید بکنیم اینه که باید بریم توی این اپلیکیشن. البته که کنترل از راه دور واسه هر دوربینی فرق میکنه و شما خیلی آپشن‌های زیادی دارین، اما من چند ساله که با این دارم کار میکنم. و خب میرم توی تنظیمات، تو تنظیماتش میرم توی اپلیکیشن، بعد میام توی اپلیکیشن لیست و این گزینه سوم میزنم. از این برم که اینم میگم لیتر داداش. خب نکته که هست باید اینجا وای فای ما روشن باشه. خب الان میرم وصل میشن به هم 6300. اصولا خیلی راحت و ساده است و سریع وصل میشه اینها. حالا ایوا این قهوه ریخته اینجا چیزست. خب همون جوری که میبینین الان من این دوربین دارم روشن وصله به گوشیم. مثلا اینجا رو گرفتم، هدف گرفتم. اینم از مانیتور ما. تنها نکته که باید توجه کنین اینه که هر موقع که شما دوربین رو خاموش کنین این هم قطع میشه، دوباره باید از اول وصلش کنین. و یه نکته مزخرف دیگه هم که داره اینه که این برنامه ها کلا کارهای بلوتوثی و وصل شدن دوربین به گوشی شارژ جفت اینا رو خیلی زیاد میکشه، مخصوصا دوربین. بعد متاسفانه دوربین منم باتریش زیاد کار کرده و الان خیلی اذیت میکنه، پس سریع باید برم عکس‌ها رو بگیرم. یه کارآمد دیگه هم که من دارم و همیشه ازش استفاده میکنم مخصوصا توی سفر، چون هم کوچیک و جمع و جوره، هم سبک به شدت و هم کارآمده. حتی از این حالتایی که بوم بوم چیز میکنه اینا هم هست. و خب من الان به رنگ سفیدش صرفا نیاز دارم. نگاه کنین.
بچه من الان واسه اینکه عکاسی دستم بیاد لنزشو عوض میکنم، فعلا یه واید میندازم که ببینم چیکار میتونم بکنم با این وایده. بعد از اون حتما میرم سراغ این بهترین لنزی که تو زندگیم دارم. این قصبیه، بچه‌ای که این استعمال میدونن ماجراش چیه. خب همونجوری که میبینین ما الان اینجا نشستیم، ایشون اینجا هستن و میخوام شروع کنم از خودم عکس‌ها رو بگیرم. الان اگه دقت کنین صورت من خیلی تاریکه بچه‌ها و میخوام از همون نور استفاده کنم. میذارمش این گوشه بالا سرم که مستقیم فلیکر رو یا حضرت عباس. همونجوری که میبینین خیلی بهتر شد. خب حالا لنز رو عوض کردم، این لنز خوشگله رو گذاشتم، تصویر اینجا رو در ببین چقدر بهتر و تمیزتر شد. حالا جایی که خودم میخوام بشینم، از اونجایی که این فوکوسش دستیه و از اینجا باید اوکیش کنم، جایی که اینجا میخوام بشینم و الان یه کارتون گذاشتم جا خودم. سعی میکنم روی این لبه خارجی کارتون فوکوس کنم که نزدیکتر باشه، یعنی من صورتم که نمیاد اینجا باشه، میاد جلوتر سرم، پس من باید اینجاها فوکوس کنم، اینجاها باید فوکوس کنم. کارتون رو جابجا میکنیم، میشینیم. خب همه چیز آماده است و ماژست رو میگیریم، گوشی رو میبریم عقب و اینو میزنیم. دوباره اشتباه شد. بچه من یه نمای پایین میخواستم. خب الان رو زمین اون کارتونه رو گذاشتم اونجا، اینم یه اسپیکر رو گذاشتم زیرش و تادا. بچه من تصمیم گرفتم که الان روی زمین بخوابم و این از دوربین و یه همچین تصویری، یعنی سرمو مثلا بذارم اینجا و خب تصویر رو بگیرم. لیوان رو الان گذاشتم که روی این لیوان فوکوس کنم و سرمو بذارم به جاش. همونجوری که مشاهده فرمودین تموم شد عکاسی ما، به این صورت بود. و این که بچه‌ها این عکاسی کردن از خودمون و حتی ویدیو گرفتن خیلی خیلی نیازمند صبر و حوصله است. یعنی شما وقتی تا لحظه‌ای که دارین دوربین رو روشن می‌کنین، ستاپ رو می‌چینین، نور رو اوکی می‌کنین، همه این داستانا یه پروسه‌ایه که حداقل نمیدونم یه 3-4 ساعت زمان می‌بره. مثلا من همین پروسه رو از ساعت 3:30 شروع کردم و الان ساعت 7 تموم شده. خب حالا من یه جلسه ای دارم، باید برم به اون برسم و احتمالاً دیگه آخر شب میام. این عکس و این داستانا هم میمونه واسه یه فردا صبح. میبینمتون.